مجددا خوش اومدید. میدونید که سر ساعت شد که قطع شد. سلام دو مجدد. ادامه بدم دکتر غریب یا وایسم؟ من میخواستم یکی دو نفر دیگرم بیارم بالا، ولی من خداحافظی میکنم. من چون نه اتفاقا میخواستم با شما دیالوگ برقرار شه. اگر دکتر حسین هست که چه بهتر. بله حسین هست. پس بخونید. شکمتان میگندد، موهایتان میریزد، دندانهایتان سیاه میشود و میافتد و قبل از موعد میمیرید. آن هم نه به دلیل اینکه میخواهید بمیرید، بلکه به علت اینکه باید بمیرید. باید بمیرید. یعنی تو جنگ میمیری، تو نزاع میمیری. اما من زمین خواهم کند و زنده خواهم ماند. مرسی. قابیل میگه چی؟ بهش میگه آخر بگو این 1000 سال زندگی تو چه ارزشی دارد ای گیاه پیر؟ آیا گیاه پیر؟ ای گیاه پیر؟ آره. آیا زمین را بهتر از قبل شخم میزنی؟ تو صدها سال است مشغول زمین کندن هستی، ولی من که به اندازه تو عمر نکردم. هر آنچه را که برای کندن زمین ضروری است میدانم. من با ترک این حرفه خود را آزاد ساختم. هر آنچه را که برای کندن زمین ضروری است میدانم. آره دیگه. من متوجه نشدم. اگه بگم خوندم فهمیدم. بذارید کلاستون بگن هم میزیتون. من آنچه برای کندن زمین لازمه میدونم. پیرمرد، تو اینه یه گیاه پیری، نه نوآوری، نه حرکتی، هیچی. من هرچی که لازمه برای کندن زمین یاد گرفتم دیگه. تویی که داری تکرار میکنی خودتو، ولی من نوآورم. غیر نظر شما چیه دکتر؟ حالا نمیدونم، نظر خاصی ندارم اینجا. نمیدونم. باشه که نداریم بگین شما با قابیل موافقین یا با آدم؟ خب من میگم که همیشه قابیل رو، حالا به حال کسی میدونم که به قول شما وقتی خودش کشتن رو شروع کرد، مثلا این رسم کشتن رو هم شروع کرد. الان اتفاقا شقایق همین مثال میزدن، گفتن بحثی بود بین یه بالا دایلوگ تو یکی از این فیلم ها بود که فرعونی با پسرش که جانشین بود با هم بحث میکردن. پسرش میگفت تو خیلی ترسویی، من تو رو میکشم و جای تو رو میگیرم. واو چقدر قشنگ. پدرش گفتش که تو نمیکنی این کار رو. آفرین. گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه اگه من رو بکشی به تمام اینا نشون میدی که فرعون کشتنیه و خودت تو کشتی. چقدر عجب تعارضی، چقدر قشنگ. این چرخه چقدر جالبه. اینجا هم آدم میگو اخلاف تو، خود قابیل میگو اخلاف من پشت سر من همینجوری آدم کش و تروریست باقی خواهند ماند. مرسی عجب نکته. من فکر میکنم که مثلا قابیل داره بازم هنوز میگه که توجیه میکنه کار خودشو، میگه من کاری کردم که یه کار نوآوری بوده، کار تو یه کار قدیمی و تکراریه. دقیقاً. تو هنوز همون رسم و رسوم قدیم هستی، ولی من یه چیز نو آوردم. حالا اینکه آیا این چیز نو خوبه یا نه به اون توجه نداره، فقط میگه من یه چیز نو آوردم. من باریکلا من تو رو تکرار نکردم. دست برداشتم از راه هزاران ساله تو. مرسی. من سوال میکنم از کل کلاس، ما قابیلی هستیم یا آدمی؟ ما کدومیم امروز؟ من فکر میکنم من تو مدرسه هایی بزرگ شدم و تو شهری بزرگ شدم که منو تشویق میکرد که قابیلی باشم. من از فیلم اوشین یاد گرفتم زمانی که آمریکایی‌ها وارد شدن بعد از جنگ دوم جهانی. اوشین بود، یه فیلم خانوادگی ملودرام بود، ولی من ازش یاد. برادر اوشین از شهر آمده بود آقای دکتر با یه چمدون بوق و نمیدونم زنگ و منگ و آینه، و اوشین که خودش هنوز برنجکار بود، رعیت بود، میگفت اینا چیه؟ میگفت اینا وسایل جدید زندگی مدرنه.
در شهر من یاد گرفتم اگر نخوری میخورنت، اگر نکشی میکشنت. و خیلی قشنگ تحول جامعه سنتی ژاپن رو از کلکتیویسم به ایندیویدوالیسم داشت نشون میداد. منم یاد گرفتم که مثل این که قابلی باشم. اگر کلا بر نداری کلاتو بر میدارم، اگر دروغ نگی بهت دروغ میگن، اگر نکشی میکشنت. و انگار قابلیان امروز اخلافشون هستن. چقدر قشنگ بود. اون مال چه فیلمی بود آقای دکتر؟ در مورد الان اسمش دقیقا هم نمیاد، در مورد مصر باستان و یکی از این داستان‌های فراعنه است، ولی من این دایلوگ همیشه تو ذهنم بود. خیلی قشنگ. پدر گفت تو من نمیکشی چون اگه بکشی خودت رو کشتی. زنده باد، زنده باد، زنده باد. مثل اینی که یه شاخه از فلسفه برای خدا که خدا ناتوان است، میگن که خدا نمیتونه خودش رو بکشه. بنابراین قادر متعال و قادر توانا نیست. قادر توانا که همه کار بتونه بکنه نیست، یه کارایی رو نمیتونه بکنه، نمیتونه خودشو بکشه. مرسی. و این تعارضاست که فرهنگ سازه، این تعارضاست که انسان رو میسازه و ما رو از رفتن به راه قابیلی یا حتی هابیلی فرق نمیکنه باز میداره. وای میستیم و فکر میکنیم و تعارض رو میبینیم. خیلی متشکرم، ادامه بدید. الان چه ضروری؟ من با ترک این حرفه خود را آزاد ساختم و توانستم حرفه های شرافتمندانه تری را بیاموزم که تو چیزی از آنها نمیدانی. من حرفه شکار کردن و جنگیدن و کشتن را میدانم. تازه تو چه اطمینانی از 1000 سال خود داری؟ من میتوانم هر دوی شما را بکشم و شما نمیتوانید از خود دفاع کنید. گرچه من به شما کاری ندارم ولی دیگران ممکن است شما رو بکشن. یعنی کشتن شروع شد، حالا من نکشمتون یکی دیگه میکشه. این قابلیت من که 1000 سال بشه آدم. چرا دلیرانه زندگی نکنیم که زود بمیریم و جا برای دیگران باز کنیم؟ چرا من که کارهای بیشتری بلدم. مرسی. من که کارهای بیشتری بلدم، بقیه‌شو نمیدونم چی میخواد بگه. من که کارهای بیشتری بلدم. یه وقتی هم فکر کنم بعدش بود نه؟ من که کارهای بیشتری بلدم. ببخشید. ایداد. من که کارهای بیشتری بلدم الان دیده میشه؟ یک کم محضه. اگه لطف کنید پایین ترم بیارید ممنون میشم. الان بله مرسی. وقتی نمی جنگم یا مشغول شکار نیستم از خودم خسته می شوم و شاید قبل از آن که 1000 سال زندگیم به سرایت خودم رو بکشم. همونطور که گاهی ندایی مرا به انجام این کار وسوسه می کند. این که میگه ندایی مرا به انجام این کار وسوسه می کند، این داره خودش رو دروغ داره میگه. آره. یعنی نمیشنوه این صدا رو؟ نه من فکر نمی کنم. حسین میگه که دروغ داره میگه. خیلی نکته خوبیه. خیلی نکته خوبیه. دکتر حسین استفاده میکنه. اگر قابیل نبود بله میل داشت خودشو بکشه. مثل من که خسته میشم، مثل خیام که خسته میشه، مثل حافظ که خسته میشه، بسه. ولی قابیله. عشقش توی نبرد هر روز است. هر روز این اثر میگه، چون اگه یه روز نزاع نکنه نجنگه اون مرده. حالا دروغ میگه چون قابیله. میگه اون وقتی که قابیل نبودم وسوسه میام چیه 1000 سال زمین بکنم، انگور بکارم، آب بدم که چی بشه. مرسی. همه کلاس دیدین دیالوگ بین این زوج رو؟ این درسته. چرا شما دعوا نکردین با همسرتون که دروغ میگه؟ نخه تو اشتباه فهمیدی.
چرا خواب اینجا نکشید؟ برای اینکه ادبیات یعنی همین، روشن میکنه نکته ایشون روشن کرد. مرسی. حابیل گذشته که همراه مثل باباش زمین میکن وسوسه میشد که بس خسته شدم چقدر این تکرار، اما این قابل امروزی ابدا خسته نمیشه. مرسی. دروغ میگه اینجا الان. آفرین. ادامه بدید. آدم دروغگو، تو همین الان گفتی که صدا از تو نخواسته است که بهای زندگی هابیل را با زندگی خودت بپردازی. ای دروغگو. دکتر درست گفت، مثل این که کاملا بابا تو همین الان گفتی که صدا از تو آره. نخواسته است که بهای زندگی هابیل را با زندگی خودت بپردازی. داری دروغ قابیل. میگی. آره. قابیل، آن ندا آنطور که با شما حرف میزند با من سخن نمیگوید. اوه اینجا نظر ما درسته. پس یعنی ندای واحدی وجود نداره، ما این که ندا رو میشنویم و اینترپرت میکنیم. قدیم ها در دوره کلاسیک همه میگفتن یه ندا اومده، اون ندا از آسمان اومده، بعضیا بد میفهمن بعضیا خوب میفهمن. وای الان در دوره مدرن ما میگیم که نه، این ندا در درون ذهن ماست، اینترپریتیشن خود ماست از زندگی. من اینو میشنوم، اون اینو میشنوه. ایلان ماسک یه چیزی میشنوه، آقای بگین زاکربرگ یه چیزی رو میشنوه، من زهرا علامه یه چیز دیگر رو میشنویم. حالا همچین من نکنیم، این همه آدم حسابی تو دنیا یه چیز دیگه میشنون. مرسی، چقدر خوب و عجب تعارضی. کل بشریت یعنی همین صداهایی که میشنویم. به چی دعوت شده این؟ مرسی. بس باباش گفت ای دروغگو، همین الان گفتی که صدا همین الان گفتی که صدا از تو نخواسته که بهای خونه برادرت رو بدی. قابیل گفت آن ندا آنطور که با شما حرف میزند با من سخن نمیگوید. من برای خودم مردی هستم و شما بچه‌هایی رشد کرده هستید. با یک مرد همانند یک بچه حرف نمیزنند. مرد یعنی من شدم حالا ابرمرد، من بزرگتر از شما هستم. بابا آدم حوا، من از شما بزرگترم و شما باید ادب رو رعایت کنید. مرد در سکوت بر خود نمی لرزد و گوش فرا می دهد. او جواب می دهد و آن صدا را وادار می دارد تا به او وامی دارد تا به او احترام گذارد و در آخر آنچه را خودش می خواهد که صدا بگوید به او دیکته می کند. برای کسانی که اگر من تا 1-2 ماه دیگه زنده باشم یک کلاس میخوام بذارم که دکتر حتما باید بیاد. اون کلاس یک کلاس فلسفی خیلی عجیب خواهد بود. من عاشق سقراطم برای اینکه مثل آدم حرف میزد، مثل آدم. یعنی میگه باید عاشق زندگی بود، باید زندگی رو فهمید، باید دیالوگ برقرار کرد، باید دیگران رو شنید، باید کلکتیو فکر کرد. خیلی امور مهمه، خیلی عموم مهم. و این ندای سقراط هزاران سال آمد جلو. آقای دکتر، تا من آقای دکتر رو نمیبینم، تا نیچه یه مقاله داره که در اون به استاد عزیز من فحش میده، به سقراط فحش میده. دوست دارم اون کلاس رو بگم، دوست دارم حرفمو بزنم. به سقراط میگه ترسو، بزدل، بی ارزه، تو چون شجاعت نداشتی شمشیر بکشی و در نبرد پیروز شوی، رفتی سراغ دیالکتیک و ذهن رو آوردی وسط و تاریخ رو فریب دادی که ذهن مهمه.
نه، باید شجاع بود به دهانش 2 مرتبه همین حرفایی که قابیل میزنه نیچه داره تکرار میکنه. و دلم میخواد اصلا با آلمانی بخونیم اونو یا به انگلیسی، چون دقیقا همینا رو میگه به سقراط که تو ترسو بزدل، تو رفتی به سوبژکتیویتی و به ذهن پرداختی و صدایی شنیدی که اون صدا چاخانه، صدای من درسته، باید کش، باید ابرمرد کسیه که نمیترسه، ابرمرد کسیه که در دریا اگر یه تیکه تخت پاره باشه 10 نفر رو میزنه تو دهنشون، اونا رو دور میکنه که خودش نجات پیدا کنه. انسانیت یعنی دلیری. واو. حالا دیدین این کتاب چرا اینقدر مهمه؟ برای اینکه اول قصه رو داره میگه، آخر قصه رو من گفتم. 4000 سال فلسفه این وسط جدال بین همینه که کدوم صدا رو داریم میشنویم. به صدای طبیعت، به لذت بردن، حیرت کردن و در شگفت ماندن از طبیعت و حیات، یا نشون دادن من مثل قابیل، من بزرگم، من گندم، شماها بچه این، هر کی ارزه داره شمشیر بگیره بیاد جلوی من. و نیچه متاسفانه همینو تکرار میکنه، میگه اگر نری تو کام، اگر نمیری لذت زندگی رو نمیبری. نمیری که نه، ببخشید، اگر نری برای مردن. من خسته شدم. خیلی ممنونم دکتر. قربان شما. من ممنونم خانم دکتر. مرسی آقا. خیلی متشکرم. شقایق خانم، بهناز خانم، از هم دیگه ببینم کی سوال داره که یه خط بخونن تموم. خیلی من با اجازه خیلی خوب خوندین، عالی بود دوتایی. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. مرسی از شما. خداحافظ. کی دوست داره بیاد صحبت کنه؟ خانم میر دوست داری؟ صدیقه مولایی، آیلین، وحید قیصری، فاطمه کریمی، کی هست؟ امین کارندیشو برم که جواب سوالشو بدم که فردا نره بزنه صفحش که قریب ارزه نداشت جواب منو. یک سوالی ازش پرسیدم که در موند. نه در نمیمونم، نترس. امین کارندیش. سلام استاد امین کارندیش. سلام. شاید نمیتونید بیاید، شاید اینترنت ضعیفه. اوکی. خیلی خوب. آقای کارندیش میتونی بیای؟ نه. خانم میر، من در حیرتم. کدوم حیرت؟ خانم میر، ازتون خواهش کردم تشریف بیارید. سلام علیکم. یار دبستانی ما همیشه هستید خانم میر، خیلی خوش آمدید. ببخشید خوابیده بودین ما مزاحمتون شدیم؟ نه بنده خدا، ما مثل قابیلیان بر سر ایشان ریختیم. خیلی خوب، صدا نداره، اشکالی نداره خانم، خداحافظی میکنم باهاتون. خانم میر خیلی متشکرم. آره تفلک دراز کشیده بودن پای شوفاژ. دامون شما هم بیایید، شما هم تشریف بیارین. دامون کجاش جالب بود دامون جان؟ چیش جالب بود آقای دامون عزیز؟ بگو. آره امین کارندیش، متاسفانه نشد شما تشریف بیارین، ولی قول میدم اینترنت ها که بهتر شد حتما شما نفر اول باشین که حرف بزنید. شما دامون هستید نه؟ سلام. سلام. خوبید؟ زنده باشین. من احتمال خیلی زیاد چون که از کشور به قول معروف زیبای ایران صحبت میکنم صدامو ندارین. چرا؟ داریم. حرف بزن. آی دکتر من اصلا راست میگی، صداتو نداریم. راست میگی. خیلی متشکرم. میفهمم. ازت تشکر میکنم دامون.
ازت تشکر میکنم. مرسی خیلی ممنون. امیدوارم صدامو بشنوی. خیلی متشکرم. از خانم زهرا حتما دیگه باید بیای بالا. خانم زهرا بنده خدا. خانم دکتر علامه. سلام علیکم. خانم دکتر علامه سلام. حالتون چطوره؟ آقا مجید هم هستن به به آقای دکتر مجید خان سلام. حالتون چطور بود جلسه امروز زهرا جان؟ عالی بود، عالی. یعنی من در حیرتم که چجوری توی یه صفحه از کتاب این تاریخ بشریت اینقدر قشنگ توی قصه جا گرفته، اینقدر قشنگ توی دیالوگ بین چند نفر در جریانه. خیلی خیلی زیبا و چقدر قشنگ بچه‌های ما خوندن. زهرا جان بله. اگر اینا خودت خانم شقایق شهرزاد خانوم و بقیه بچه ها وفا اگر این سابقه رو نداشتن مجید جان امکان نداشت اینا رو بفهمن. اونا با سرعت میخوندن میرفتن جلو فکر میکردن نمایشه. نه نمایش نیست. بله. منم ذهن ماست، ذهن خود ماست، ذهن ما هاست. باید بشنویم. مرسی. خیلی خوشحال شدم که تونستیم دو کلمه با هم حرف بزنیم. میدونم سخته. تشکر میکنم ازتون. خیلی ممنونم. خیلی متشکرم. مرسی. متشکرم از شما. خدا حافظتون. خیلی خوب. کسی سوالی نداره؟ نت ضعیفه میدونم. بچه ها از ایران نمیتونن بیان بالا. خانم میرم که بنده خدا خوابشون برده بود پای دستگاه. امیدوارم اگر حالشون خوب شده الان بیان. خانم میر خب خبری نیست. امتحان میکنم. خیلی خوب. مرسی فاطمه کریمی. بله من خوشحالم که دوست داشتین. حالا یه دور پس ببخشید نشنیده بگیرین. حالا 2 مرتبه اریک ساتی. موسیقی رو گوش کنین. تا گوش کردن به صداهایی که عادت نداریم و یاد بگیریم. عجب اموشن دردناکیه. آدم نیست که در قصه میخوره که چرا قابیل چنین صدایی رو تفسیر کرده، اینترپرت کرده و شنیده. آدمه. ممنون از همتون. مرسی خانم فرجی، مرسی مریم خانم، مرسی وحید قیصری، مرسی مریم معتمد از همین آنتریو. مثل که به نظر من میرسه آدم رفته تو خودش و حیرت و افسوس که
خداحافظ میگیم. خداحافظ، خیلی تشکر میکنم.